اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. این جانب سید ظاهر ولد سید غلام حسین از ولایت غور ولسوالی در سرجنگل فعلا باشنده هرات می باشد. خب خدمت شما عرض شود که فعلا کسی که به وجود برای از ما از طرف دولت است. خب ما در سال 77 در ایران رفته بودیم. خب در دوران طالبا بود. اونجا خب به خاطر مشکلاتی که پرونده گذرنامه نداشتیم، از لیست بازمی حسین بخش لالی و فلاح از وطندارای بود اینا بود بریم در سپاه محمد. اونجا رفتیم، برای ما نامه داد. بعد از نامه خب یک مدت 1.5 سال ما اونجا آموزش نظامی کم و بیشی که بود برای ما آموزش داشت. بعد از اون آمدیم در جبهه مقاومت که در تخار، طالقان، خب موارد کوبچه در اینجا تا خب آخرین سالش که به اصطلاح که سال 80 بود. در اول سال 80 ما در وظیفه بودیم در طرف جبهه مقاومت. خب بعد از اون خدمت شما شد که رفتیم ایران. از ایران پس آمدیم در خانه خود دیگه با کارهای مشغولی، کارهای شخصی خود قرار داشتیم که دیگه تا 9 سال حکومت هست. خب در سال 87 سال 86 بود که برادر جان یکی از دوستا پیدا شد که بیا بریم یک چکر ایران. باز ما به خاطر گفتیم که بریم یک دفعه پدر و مادر مامورای ما ایران است. رفتیم خب در ایران. باز اونجا رفتیم خب به خاطر بخشی تریلینگ نظامی که بریم یک دفعه. خب رفتیم اونجا در مدت 20 روزه آموزش‌های نظامی همونی که قبلا بود همون چیزا بود که بیشتر از نبود. همون رو آموزش بعد برگشتیم آمدیم در کارهای شخصی خود ادامه داشتیم که این کارهای فلسکاری کنیم. بعد از خدمت شما عرض که در سال 88 در سال آخر 88 بود که باز دفعه دوم هم رفتیم. بچه ما که از جمله بچه خرم بود خودم مریض بودیم، به خاطر مریض خودمون بودیم بریم به می توسط در ایران میریم. ایران رفتیم به خاطر امروزی خبر. خب کارهای خود مدت 1 ماه در جای پادگان نظامی بودیم. بعد از اون در کارهای شخصی خود در دکتری دادیم. بعد از اون آمدیم در فعلا در افغانستان. وقتی در افغانستان هم تا امروز نه روز کوچکترین خب مثلا یا چیزی از طرف خب دمی 2 بار که ما دفعه در ایران رفتیم به معرفی سید کمال موسوی که یکی از دوستای سابقت امروزی سپاه پاسداران بود. همین دمی 2 بار ما را برده و همونجی برادر آموزش‌های نظامی معرف ما همون بوده، همون نفر دیگه کسی نیست. امروز از دولت خود، از تمام مردم ملت خود، از تمام اگر من گناهکار هستم خود با گناه مرا عفو کنه. اگر کدام خدمتی از روی از ما برای دولت می کوچکترین چیزی که از روی من می برای دولت خدمت میکنم، ولی خیانت در کشور خود کوچکترین خیانت هم نکنیم. کوچکترین خیانت نکنیم. فقط جز یعنی 2 دفعه که تریلینگ دیده به اصطلاح یا بخش نظامی دیگه کوچکترین خیانت در کشور خود نکنیم. حتی پای مرغ یک کسی را ما نشکستیم یا یک کسی از